دوستان عزیز، امروز میخواهم با شما درباره آفتاب حرف زنم. عجبا، مگر در عالم هستی بجز خورشید باز آفتاب دیگری هست؟ بله هست. آفتاب دیگری هست که در حسن از خورشید آسمان زیباتر، در نور و روشنی از آن دیده روشن‌تر، در منفعت رسانی از آن بهتر است. آفتابی که به هیچ شامگاه غروب نمی کند، ابر روی آن را نمی پوشد، عالم را همیشه همه وقت شبان روز فروغ و نور می بخشد. آفتابی که اگر از او بخواهی خانه‌ات را روشنی می بخشد، قلبت را جلا می دهد، روزگارت را به بهار خرم مبدل می سازد. اگر خواهی او با تو حرف می زند، در تنهاییت تو را همراهی می کند. اگر دلتنگ شوی تو را انس و آرامش می بخشد. اگر این آفتاب بر روزگار ما صبح صادق نمی بخشید، هیچ روشنی از تاریکی ها ما را بیرون کردن نمی توانست. شنونده گرامی، می دانم با شنیدن اوصاف این آفتاب مشتاق شنیدن نامش گشته ای. شاید وصف این آفتاب را زیاد کردم و توی گرامی را در انتظار قرار دادم، اما لطفاً عذر مرا بپذیر. حالا این گفته ها قطره از بحر بزرگی آن است. نمی توان از بزرگی و عظمت آن حرف نزد. دوستی عزیز، آن آفتاب همیشه تابان و همیشه پرخیر و همیشه رهنما قرآن عظیم الشأن است. بله، این کتاب از خورشید منورتر، از ماه زیباتر، از گلها خوشبوتر، از گنجهای عالم قیمتتر و از همه معجزه ها عجیبتر و بزرگتر است. کتابی که اگر با عمر کسی طلوع نکرده باشد، روزگارش چون شبهای تار تیره و تاریک باقی میماند و دلش گرفتار تنگی ها، حیاتش بیرنگ و بوی و همه دو و تاز زندگیش بی ثمر میگردد. کتابی که روزگار انسان را جان است و روح و روان را نفس دیگر میبخشد، چشم قلب را بینایی میبخشد، دلها را بیداری میآرد، عقل را قوه ادراک میدهد و پیروانش را برای رسیدن به سعادت جاودانی راه مینماید. درد و اندوه باطن را شفاست، بیماری های دل را دواست، برای هدایت و سعادت رهنماست. کتابی که خداوند همه کتاب‌های آسمانی را در آن خلاصه کرده برای ما بندگانش نازل کرده است. کتابی که آن را با آخرین و بهترین پیامبرش عطا نموده است. کتابی که در شب فرود آمد و آن شب از 1000 ماه برتر شد. کتابی که به امت عطا گردید که بر همه امتان برگزیده شد. کتابی که خداوند در شأن و شرف آن فرمود: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای مردم، یقیناً برای شما از جانب پروردگارتان پند و اندرز آمد که شفا بخش دلها و هدایت و رحمت برای مؤمنان است. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. مثل حق پنهان و هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این.